زحمت کشیدی دست باش عزیزم زحمت. یک اینجوریه یک دیگهش گردنش سفیده خیلی خوشگله بود. بچه هاشو میگیم پسراشو خدا خیلی نازم. بخیر. خب میریم کلاس. باش گاله یک نفر نمیای دروازه موتر رو باز کنه باید. از قطار ماندیم متاسفانه. You like it? بفرمایید. اینم از غذای گربه های ما. 25th. Yes. من قبلا البته مثلا زیاد میدویدم 5 کیلومتر 6 کیلومتر، ولی خب چون حال همیشه یا هر روز نمیرم مثلا زیاد نمیدم. 4 کیلومتر 3 گاهی اوقات 2.5، ولی خیلی برای کاردیو خیلی زیاد کمک میکنه. به کسایی که میخوان وزن کم کنن مثلا توصیه میکنم که حتما یا پیاده روی یا دوش در برنامه خودشان اضافه کنن و حتما مثلا هر روز حداقل اگه برای دوش نتونستن رفتن و قدم زدن حتما برن، واقعا خیلی خوب است. امروز آمدیم خرید هفتگی رو بکنیم دوستان عزیز. ما در حال جر و بحث کردن. اینا شد خریدای ما.
آره درست بذاری درست. خب الان خریدار رو جای به جای میکنیم، مرتب میمانیم به جای. خرید که ما کردیم شد $214. البته بیشتر چیزا مال مثلا کاهو و گوجه و میوه خشک و چیزا رو ما معمولا از دکان افغانی میگیریم. نهایت از هر چی 2 تا 3 تا عمرن. ما با تو که میریم خریدم نمیدونم پولش کمتر میشه، ولی وقتی که ما دختر وزیری برو کمک کن این بنده خدا اینجا سکته میزنه. خواهر گلم زحمتشو میکشه، من دارم ولاگ میگیرم بابا جان. بریم خریدار دا موتر چیز کنیم، جا به جا کنیم. امروز با موتر بابا جان آمدیم خرید. امروز با موتر آیخ آمدیم. امروز با موتر آتخ آمدیم. دست شما درد نکنه، واقعا خیلی ممنون. منم کمکتون کنم میذاره. بیا زحمت کشیدی دست درد. خیلی خسته شدی. از شهر قحطی اومدیم این همه خرید کردیم. بابا هنوز مانده. برو بابا. خب ما آمده بودیم تا بیرون از رای کلاس، حال میریم خانه دیگه. باش بیادرم بیای از دنبال ما ببینیم کجا میریم. یک قسمت راندن مال است. بیا بیا چی عجبه. سلام دوستای عزیز. خب ما تصمیم گرفتیم که کباب درست کنیم. البته کباب درست کردن ما قدر یعنی به قول گفتنی ها سر و سمانه ندارم. 1 دقیقه ما میریم گوشت میگیریم و زود درست میکنیم، چون در خانه واقعا کبابش خیلی بهتر است و در خانه ترجیح میتونم. برادر عزیزم که داره زغال چاق میکنه. امشب بلال نداریم نه؟ بلال هم خیلی خوشمزه میشه روی آتش. بچه اونجا هم انباری ماستخه و نشان نمیده، اونجا زیاد به هم ریخته است. باشه عزیزم زحمتش رو میکشه. به به.